بریم که داشته باشیم آدیوی شماره 3. بریم که پلیش کنیم. Traccia 3. 1. Ciao, sono Valeria. E tu come ti chiami? Alberto, e tu? Io Cecilia. 2. Buongiorno, sono Giovanni Muti. Piacere, Carlo De Giuli. 3. Scusi, lei come si chiama? Frank Gucci. E lei? Anch'io mi chiamo Gucci, Paola Gucci. 4. La signora Genovesi? Sì, sono io. E lei è il signor? Ragazzi, Marcello Ragazzi. خب این آدیو هم به پایان رسید و دیالوگ شنیدید که چه تندم صحبت میکردن و احتمالا شاید یه مقدار وحشت کرده باشین وقتی اولی پلی شد، اما نترسین، کم کم که یاد بگیریم صداها رو راحت میشنوید. خب داریم که نمره 2. Scusi, lei come si chiama? Abbina i dialoghi ai disegni. میگه که ببخشید سکوزی لی، گفتیم که او مؤنثه ولی برای چیزام استفاده میشه، برای محترمانه صدا کردن. لی کومسی کیاما، او چگونه خود را صدا میزند یا او چه نام دارد. ابینا ای دیالوگی یا دیزنی، میگه که وصل کنید دیالوگ ها رو به تصویر مربوطه شو. Leggi il dialogo e verifica. میگه که دیالوگ رو بخون و تایید کن، که یعنی مال کدوم تصویرش رو تایید کن. Ciao, sono Valeria. E tu come ti chiami? Alberto. E tu? Io Cecilia. خب اینجا از ضمیر تو استفاده کرده. چرا؟ چون احتمالا 2 تا جوونن، همسنن. وقتی همسن هستین و جوونین میتونین از ضمیر تو استفاده کنین. میگه که چاو، من والریا هستم، سونا والریا. پس به جای میکیاما میشه از سونا هم استفاده کرد. اتو و تو کومتی کیامی، چگونه چه نام داری؟ کومتی کیامی، چگونه خودتو صدا میکنی؟ منظور لفظش اینه. البرتو، اتو میگه من آلبرتو هستم و تو؟ ایو چچیلیا، من چچیلیا هستم. پس دنبال 2 نفر میگردیم اینجا. والریا، ببخشید 3 نفر، رنگا 3 تا هن. دنبال 3 نفر میگردیم، یه پسر آلبرتو، یه دختر والریا، یه دختر دیگه چچیلیا. پس احتمالا شماره ببخشید حرف A هستش برای شماره 1. 2. Buongiorno, sono Giovanni Muti. Piacere, Carlo De Giuli. پس اینجا داریم 2 تا مرد رو، چون جوانی اسم مرده و کارلو هم اسم مرده، احتمالا حرف چه یا سی انگلیسی برای گزینه دومی. خب پیاچره یعنی خوشبختم. اینا هم که میبینین کارلو دو جولی فرقی نداره، اسم فامیلشون این اسمشه، این فامیلشه دو جولی. شماره 3 میگه اسکوزی لی کومسی کیاما. پس اینجا داره با یه فرد غریبه یا محترم یا مسن‌تر حرف میزنه. فرانکا گوچی، الی انکیو می کیاما گوچی، پاولا گوچی. خب انکیو یعنی منم همینطور، می کیاما گوچی نام دارم، فامیلیه اسم فامیلیشه در واقع، پاولا گوچی. الی و او یعنی که و شما محترمانه. شماره 3 احتمالاً چون 3 نفر هستن 3 تا رنگن به حرف بی میخوره. شماره 4 La signora Genovesi. Sì, sono io. E lei è il signor Ragazzi, Marcello Ragazzi. پس شماره دیه میگه که شما خانم جوونسی هستین. میگه که سی sono io، خودشم. الی و شما هستین آقای راگاتسی، مارچلو راگاتسی. پس شماره دی هم برای حرف دی هم برای 4.